سلام به دانشجویان گرامی. یه تست ریاضی مهندسی در مورد تحلیلی بودن توابع با همدیگه بررسی کنیم. خب ببینید اون تابعی که الان شما دارید میبینید آ کوسینوس هیپربولیک زد منهای 1 تقسیم بر زد 2. خب برای اینکه در نقطه زد مساوی با 0 تحلیلی باشه قاعدتاً اون دوتا ضابطه‌ای که براش نوشته شده باید با همدیگه در نقطه زد مساوی با 0 برابر باشه. خب اون ضابطه بالایی مخرج Z2 برامون دردسر سازه، چرا که کوسینوس هیپربولیک Z در تمامی نقاط تحلیلی هستش. برای اینکه اون مخرج Z2 رو از بین ببریم یه کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم بسط مکلورن کوسینوس هیپربولیک Z رو بنویسیم و ساده سازی رو انجام بدیم. خب الان ساده سازی رو انجام بدیم، تقسیم بر Z2 بکنیم، 1/2 فاکتوریال خواهد موند. بعد از اون ور Z2 Z4 که داریم تقسیم از Z2 میشه Z2 تقسیم از 4 فاکتوریال. همین دو جمله اول کفایت میکنه. البته میتونیم جملات بعدی رو هم بنویسیم. جمله بعدی ما میشه Z4 تقسیم بر 6 فاکتوریال. خب الان اینی که ساده کردیم در تمامی نقاط میتونه تحلیلی باشه که تحلیلی هست، فقط در Z مساوی با 0 شما باید جایگذاری انجام بدید. مقدار FZ در Z مساوی با 0 برابر با 1. خب الان اونجا شما Z 0 قرار بدید، 1/2 فاکتوریال باقی خواهد موند. آ تقسیم بر 2 برابر میشه با 1. بنابراین آ به دست میاد 2، یعنی گزینه 4.